بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشین. فعلا کن. سلامت باشید. قربان شما، خیلی ممنون جناب انصاری بزرگوار. هم شما خوبه؟ زنده باشید. سلامت باشید. قربان شما، سلامت باشین. سلام به بیننده‌های محترمتون، احمد آقای عزیز، دستاندرکارای شبکه، همه سلامت باشید. خدمتتون عرض کنم این احمد آقا که زنگ زدن از احمد آقا بودن دیگه در بله بله. این که خب وقتی دو تا از بزرگان علم جان که یک آیت الله قزوینی اینجور با وقاحت جلو دوربین میاد دروغ میگه، خب این چی داره که بگه که زنگ میزنه وقت برای من میگیره؟ من به همه شبکان زنگ میزنه جناب آقای انصاری. اینا هیچ چی برای گفتن ندارن. خدا شاهد، ما اینجا داریم زندگی میکنیم. شما نمیدونی چه خبره. یا اصلا دین ندارن، یک عده هم به خاطر مثلا فرض بفرمایید فردا افتاد مرد پیر پاتالا به اصطلاح، درست میری مسجد 30-40 تا هستن پیر پاتال دم مرگه که مثلا میان پای تابوتشونو بگیرن. یک همچین حالت متوجه این. بله. دینی نمونده آقای چیز. اینا یعنی واقعا وقیحن. درست. واقعا وقیحن. بعدش هم حضرت علی میفرمایید که نگید برید جهنم. آقا اینا رو اصلا محال ممکنه خدا هدایت کنه. من که فکر کنم از محالاته، چون دل اینا سیاه اصلا. دل اینا سیاهه. خب اون دلی که سیاهه، دلی که تاریکه، اونجور میاد دروغ میگه. آخه میگه اقیانوس شیعه، اقیانوس سنی، معدن شیعه، معدن سنی. آخر اینا چیه این خزعبلات میگن؟ آخه بابا ما خدا شاهد اونقدر ائمه رو دوست دارم، اونقدر یعنی باید دوست داشته باشیم. تمام اهل سنت اینجور هستن. درست. اینا با این خزعبلات چی رو میخوان ثابت کنن آخه؟ بعد میگه در یمن کشتن. آخه در یمن 6-7-8 هزار مردی که تو خجالت میشید تو سوریه 500-600 هزار نفر کشتین، 8 میلیون آواره کردین، تا حیا نمیکنی، شرم نمیکنی. عراق چه روزگاری انداختین. آخه شما وقاحت رو میبینین جناب آقای انصاری؟ تو رو خدا میبینین؟ بله. آدم به خدا دلش درد میگیره. اینا یک ذره، فقط یه سر سوزن، اگه اینا شرم، حیا، غیرت، مردانگی، وجدان، شرف، هیچ کدوم از اینا رو اگه یک ذره داشته باشن این حرفا رو اصلا نمیزنن. درست. آخه دروغ به این بزرگی همه هم دنیا کرده. مگه ابن تیمیه من میبینم چند وقت گیر دادن بی بنده خدا رحمتش کنه انشالله. ایشون اومده در رد اون یارو هلیه یه سری عراجیب نوشته همه هم با آیات قرآن استدلال کرده ایشون که. درست. خب این چی داره برای گفتن؟ وقتی این احمد آقا زنگ میزنه، وقتی بابا داره ادعا میکنه من از 2 تا اگه رجال دارن یکیش منم. آقای دکتر قزوینی، آقا قربون برم احمد آقا تو چی میخوای برادر من؟ تو نمیبینی گنده تر از این نداری؟ خودش داره میگه با حرف خودش. حالا ما که سفورم از این بهتره. من افتخار میکنم اگه سفورم بودم یه وقت توی نشه به برادران رو گفتگرمون. کی میخواد آخر این همین احمدی همین به شبکه شما زنگ میزنه به اونا کی زنگ؟ آخه تو چی میگی آخه جیجوک؟ من میخوام بیادبی هم نکنم، خدا شاهد. اعصاب آدم خراب میکنن اینا. آخه چی میخوان؟ شما قرآن رو به دروغ تفسیر میکنید. شما آخه هم تفسیر به قول شما تفسیر اینه. اصلا قرآن اگه تفسیری میخواد خود پیغمبر میگفتن بابا ائمه خودشون یه تفسیر مینوشتن. این همه بزرگان دین بودن مینوشتن. درست. قرآن اگه تفسیر میخواست مینوشتن. برش همون تفسیری که همین آیت الله شیعه نوشتن چرا قبول نمیکنین؟ چرا میایین دروغ میگین؟ همین آیت الله طباطبایی آقا ذیل آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا توضیح میده، میگه بابا چرا قلوب میکنید؟ چرا دروغ میگید؟ چرا میگید اینا یعنی ائمه؟ این قرآن رو داره میگه، این داره کتاب الله رو میگه. شما وقتی کتاب خودمون داره اینجوری میگه، اینا چی میخوان از ابن تیمیه؟ همه رو سلام برسونید. هم ریخش باشید. زنده باشید. سلامت باشید. التماس دارم. الله مطالبتون. خدا حافظتون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. حين ولدت